صحبتان ما هستند دانیار سنگینزاد دکتر علم‌های حقوق‌شناسی پروفسور صدرالدین شیرینبگزاده مدیر شعبه تبلیغات و تشویقات دستگاه کمیته اجرایی مرکزی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان و دلاشوب رازقزاده کارمند کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان. خوش آمدید به تلویزیون تاجیکستان. در زیر محتوای اعلان سال 2024 یعنی سال معرفتی حقوقی چرا میتوانیم بفهمیم؟ از جانب پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در پیام بیوسته تاکید گردید که در سال 2024 در کشور ما تجلیل 30مین سالگرد قبول کنسیون کشور است و در این زمینه این سال همچون سال معرفت حقوقی اعلان گردید و خود پیشوای ملت ضرورت یا اینکه ماهیت اعلان کردن این سال را چنین شرح دادند که تنظیم باثبات مناسبت‌های جمعیتی از قانون وابسته است و در حالتی که قانون‌های خوب قبول کرده می‌شوند آنها می‌توانند به رشد منبعی مناسبت‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی تکیه مستحکم و استوار گذارند و حتی به پارلمان کشور مراجعت کردند تاکید کردند که برای باز هم تقویت بخشیدن مناسبت‌های جمعیتی، حمایت حقوق و آزادی انسان و شهروند، رشد بخشیدن ساحه‌های خواجگی خلق منبع نیز در فعالیت خود به قبول قانون‌های باصفت مشغول گردند. یعنی معرفت حقوقی خودش مضموناً مجموع دانش‌ها، مناسبت‌ها، اندیشه‌های انسان به قانون و قانونگذاری است. اگر امروز تحلیل کنیم حتی مناسبتی بین آدمان، مناسبتی انسان با دولت این خود انگیزه های معرفت حقوقی می باشند. کی حقوق به وجود آمده است، کدام معیارهای حقوقی هستند، کدام قانون ها در جامعه مناسبت های جمعیتی را تنظیم می کنند، مقامات حفظ حقوق این قانون ها را در فعالیت خود چگونه تطبیق می نماید، انسانی که حقوق ویرانکنی صادر کرد تحت جوابداری قرار داده می شود و غیره در مجموع افاده کننده معرفت حقوقی است و امروز معرفت حقوقی را ما مجموع تصورات انسان با درک قانون ها بها میدیم و اعلان شدن سال معرفت حقوقی از یک قطار زمینه و عنصرها عبارت است. پیش از همه در جامعه که قانون های باصفت است، در جامعه که مردم از معیارهای قانون برخوردار می باشد، در اون جامعه صلح و ثبات است، در اون جامعه پیشرفت است، در اون جامعه احترام یکدیگری جای دارد. دویم مسئله آن است که اگر انسان از دانش‌های حقوقی برخوردار باشد، مثلا کنستیتوسیون کشور خود را پوره آموخته در عمل تطبیق کند، قانون‌هایی که برای جوابگری برای صادر کردن حقوق ویرانکنی جوابگری مقرر می‌کنند آن را داند، در همون جامعه حقوق ویرانکنی صادر نمی شود و انسان به جزا یا جوابگری گرفتار نمی گردد. از این رو اعلان کردن سال 2024 سال معرفت حقوقی برای تلقین ارزش‌های حقوقی به شهروندان جمهوری تاجیکستان، عهده‌دار نمودن آنها، آگاه شدن از قانون‌های کشور و در مجموع قدم ماندن در زمینه معیارهای حقوقی است. سال 2024 سال معرفتی حقوقی اعلان گردید از جانب پیشوای معظم ملت. این ادامه منطقی تفکر و ایدئولوژی آینده‌نگری بزرگان ما طول هزار سالگان اخیر است که توانستند که همین گونه یک منطق دولتداری، منطق صاحب حقوقی، منطق صاحب دولتی را حفظ و نگهداری کنند و امروز جوانان تاجیکستان باید پیرو چنین عقیده ها، پیرو چنین پندارهای پاک باشند که ما در زیر سایه قانون زندگانی کنیم. در زیر سایه قانون زندگانی کردن این مبارزه منطقی در مقابل افراطگرایی، خرافات پرستی، بیگانه پرستی، قانون شکنی، جنایتکاری است. این پیشنهاد شایسته یک پیشنهاد خیرخواهانه برای جامعه شهروندی تاجیکستان است. دیدگاه شما درباره چنین پندارهای نیک چگونه میتواند باشد و چنین اقدام شایسته با کدام اهمیت‌های بزرگ در شرایط معاصر تاجیکستان برخوردار میتواند باشد؟ تامین حق و عدالت بهر انسان قانون است، کشوری آباد و آزاد فیض و احسان قانون است. بیوسته اعلان کردن سال 2024 همچون سال معرفت حقوقی این تشبس پیشوای ملت برای باز هم
با دانستن حقوق و آزادی انسان و شهروند، روبرو کردن انسان از ارزش‌های حقوقی و در مجموع بالا رفتن معرفت حقوقی کشور گواهی می‌دهد. پیشوای ملت مقصد اساسی اعلان کردن این سال را باز هم بلند برداشتن معرفت حقوقی شهروندان تکیه اساسیشان در همین است. و اگر امروز بینیم موافق کنسپت سیاست حقوقی جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2018-2028 یک قطار راه‌های بلند برداشتن معرفت حقوقی انسان نشان داده شده است، از جمله جامناک کردن ترغیب و تشویق صنعت‌های معیاری حقوقی، یعنی به هر یک ساکن کشور فهمانده دادن معیارهای کنسه کشور، جوابگری در کودکس جنایتی، در کودکس حقوق حیرانکنی ماموری و دیگر صنعت‌ها. اگر امروز تحلیل کنیم بیش از 12 قانون کنسیونی، 22 کودکس، 400 قانون و ده‌ها هزار صنعت‌های معیاری زیرقانونی دیگر است که هر یکی آن برای انسان روانه شده است. مقصد اساسی قبول قانون تنظیم مناسبت‌های جمعیتی برای رشد انسان است، حمایت حقوق انسان است و هر کسی که از آن برخوردار است می‌تواند که در مناسبت‌های جمعیتی منفعت‌های خود را حمایت کند. و راه دومی که امروز پیش بینی شده است به توسط سامانه‌های رسمی اطلاع دادن به شهروندان درباره صنعت‌ها است. ببینید همین کنسپت پیش بینی نموده بود که باید سامانه رسمی در سطح جمهوری با فراگیری کلی صنعت‌های معیاری حقوقی تأسیس داده شود و خوشبختانه مرکز ملی قانونگذاری نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان چنین سامانه را تأسیس داد، در آنجا جایگیر کرد، اما کلی صنعت‌های معیاری حقوقی در آنجا جایگیر نیستند. یا اینکه موافق همین استراتژی کنسپسیا باید که صنعت‌های معیاری حقوقی رایگان دسترس مردم گردند، اما امروز مثلا بعضی ساختارهای هستند که صنعت‌های قبول میکنند در سامانه‌های خود جایگیر نمیکنند و شهروندان از آن برخوردار نمیگردند. زمانی آن رسیده است که در این سال این مانع‌ها از بین رود. سوم، به طور وسیع تحلیل نمودن صنعت‌های معیاری حقوقی و به منفعت خلق تاجیکستان وارد نمودن تغییر الهوا است. خود پیشوای ملت در پیام تاکید نمودند که قانون‌ها با نظر داشت تغییرات مناسبت‌های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی باید تکمیل داده شوند. پس راهی بلند برداشتن از جانب شهروندان قبول نمودن اندیشه‌هایشان درباره تغییر این یا آن سند میباشد و بعداً تکمیل دادن مکانیزم مراجعت شهروندان. ما امروز داریم قانون جمهوری تاجیکستان درباره مراجعت شخصان واقعی و حقوقی و اکثریت روزهای قبول دارند در زمینه سند پرزیدنت کشور آن معین شده است و مهیا گردیده است، اما مراجعت آنلاینی خیلی کم است. یعنی حتما از منطقه دور آن نفر باید که به این آن ساختار آمده در روز قبول شرکت ورزد، در حالی که زمان تکنولوژی اطلاعاتی است و بیوسته به این پیشوای ملت تاکید نمودند که ما باید با تقاضای زمان از آن تکنولوژی ها استفاده بریم. زمانی رسیده است که در هر یک مقامات دولتی، در هر یک ساختار قبول مراجعت آنلاینی تأسیس داده شود و کلی این کارها می توانند برای باز هم بلند برداشتن معرفت حقوقی شهروندان مساعدت کنند. دیگر مسئله که تیار نشدن یا نداشتن حقوق شناسان داننده زبان خارجی که توانند منفعت‌های کشور را در سطح بین الملل معرفی کنند، دفاع نمایند. و امروز زمانی رسیده است که اختصاص‌های حقوق شناسی با زبان‌های خارجی از جمله زبان انگلیسی، آلمانی، عربی و غیره تأسیس داده شود. ما توانیم متخصصانی را تیار کنیم که با زبان خارجی توانند منفعت‌های ملت ما را در سطح بین الملل، ساختارهای بین الملل حمایت کنند. من اندیشه دارم برای رشد ساحه حقوق شناسی و تیار نمودن متخصصان کسبی زباندان زمانی رسیده است که در کشور ما دانشگاه حقوق شناسی تاجیکستان تأسیس داده شود، چون که امروز بسیار پراکنده است. حقوق شناسان در دانشگاه‌های گوناگون درس داده میشن، تیار کرده میشن. مرکز یگانه امروز اگر فاکولته حقوق شناسی دانشگاه ملی باشد، یک کمی اختصاصات در دیگر دانشگاه هم است و کل اختصاصاتی که در ساحه حقوق شناسی جای دارد آنها در همین
پراکنده در هر جا درس داده می شود و آن متمرکز کرده شود و یک دانشگاه تأسیس داده شود که تواند با نظر داشتی اجرایشی دستورهای پیشوای ملت منفیت ملت را حمایت کرده. یعنی قانون اساسی در تاجیکستان که همه قانونهای دیگر در زیر تابعیت آن قرار دارد، این کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان محسوب می‌گردد. در این باره چی ابراز عقیده دارید شما؟ امروز واقعا نفری که می‌خواهد از حقوق‌های خود برخوردار شود پیش از همه رو می‌آورد به بختنامه ملت کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان و در خود کنستیتوسیون کشور یک معیار مشخص است. معیارهای کنستیتوسیون مستقیما عمل می‌کنند. یعنی معیارهای کنستیتوسیون برای هر یک انسان امکانیت می‌دهد که به‌واسطه از ماده مشخصی کنستیتوسیون استفاده برده در عمل آن را تطبیق کنند و ضرورت به آموزش قانون‌های دیگر یا سندهای زیرقانونی باقی نمی‌ماند. پس خیلی اقدام شایسته است اگر امروز کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان با زبان تاجیکی، روسی و انگلیسی چاپ گردد، به هر یک عائله کشور مانند کتاب تاجیکان تقدیم شود و این برای بلند برداشتن معرفت حقوقی یک واسطه بسیار عیان و سریوقتی می‌گردد. در برابر هر نفری که از معیارهای کنستیتوسیون برخوردار می‌گردد در جامعه آزاد و از حقوق‌های خود پوره و مکمل می‌تواند استفاده برد، چون که معیار کنستیتوسیون در بین دیگر سندهای معیاری حقوقی اعتبار عالی حقوقی دارد و یگان سند معیاری حقوقی نمی‌تواند با معیارهای کنستیتوسیون مخالفت کند. پس راهی اساسی بلند برداشتن معرفت حقوقی، دانشمند کردن مردم تاجیکستان این راه شده می‌تواند. نقش آموزگاران، نقش زیاییان، نقش روشنفکران و نقش پدران و مادران را چگونه شرح می‌دهید؟ تشکر زیاد. اگر امروز ما تحلیل نماییم، موافق کنستیتوسیون کشور رعایت قانون‌ها از جمله کنستیتوسیون، قانون‌ها و سندهای معیاری حقوقی دیگر وظیفه مقدس هر یک انسان است و در برابر این موافق قانون جمهوری تاجیکستان درباره معارف، قانون جمهوری تاجیکستان درباره تحصیلات عالی کسبی و بعد دیپلمی، درباره مسئولیت پدر و مادر در تعلیم تربیت فرزند، آموزگاران پدر و مادر عهده‌دار هستند که فرزند خود را درست تربیت کنند. آموزگار عهده‌دار است که ارزش‌های وطن دوستی، معیارهای حقوقی، ترتیبات را به دانشجویان و تعلیم گیرندگان فهماند. یعنی امروز همچون عهده‌داری است که هر کس باید قانون را داند و آن را تشویق کند. دیگر مسئله اون است که ما کدام کارها رو به سامان رسانیم که در سال معرفت حقوقی این عهده‌داری ها تطبیقشان با ثمر باشد. اولا من اندیشه دارم که امروز کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان باب به باب، قانون جمهوری تاجیکستان درباره مسئولیت پدر و مادر در تعلیم تربیت فرزند ماده به ماده، قانون درباره تنظیم یعنی و جشن و مراسم، قانون درباره تربیت و تندرستی شهروندان تشویق کرده شود و عالمان ساحه حقوق شناسی جلب کرده شوند که آنها توانند این معیارها را تفسیر کنند. بعداً زمانی رسیده است که در سطح آزمون‌های جمهوریوی فنی که از جانب وزارت معارف و علم برگزار کرده می شود فن حقوق جایگیر کرده شود، چون که امروز فن حقوق در آزمون‌ها جای ندارد و آن نفرانی که حقوق شناسی می‌خوانند در اختصاص‌های حقوق شناسی تحصیل می‌کنند آنها نمی‌توانند در این المپیادها اشتراک کنند. و سیوم خیلی خوب می‌شود که همه قشر جامعه را ما با آموزش کنستیتوسیون کشور قانون‌ها جلب کنیم و به مانند آزمون تاجیکان آینه تاریخ ملت که برگزار گردید 4 شاه جایزه داشت و خیلی نفران برای آموختن کتاب تاجیکان که رایگان تقسیم شده بود مشغول گردیدند و در این آزمون اشتراک کردند. زمانی رسیده است که برای دانستن و از یاد نمودن معیارهای کنستیتوسیون در سطح جمهوری آزمون درباره کنستیتوسیون همچون بختنامه ملت تأسیس داده شود و همین راه‌ها می‌توانند برای بلند برداشتن معرفت حقوقی مردم مساعدت کنند، آنها را برای دانستن حقوق‌های خود، اجرای عهده‌داری‌های خود هدایت نمایند.